حکومت یاریمی کردستان او دروازه‌ای که هیا دروازه پیشابور لو لای تریشوا که پیدا گوتره دروازه سمالکا حکومتی هرم بعدام دزگاکانی خوی معنیه و هاوکار بوا و پالپش بوا حمل روی اعفا کردنی باج و هر وال روی هاوکاری و یارمتیدان بور خراوی نو دولتی با آژانسکانی تری کمروینه با هاوکاری کان بر روجاوا بردوام بن اما جمارک داتامان با هیومن رایتس واچ داوا پیش دو روش با اوی او جمارانه لراپورتی خوان بلا بکنه و که حکومت یاریمی کردستان او استراتیجی و سیاست که هیا لارضی واقع دا هاوکاری جدی و هر سرکیه بروجاوا بدیان تن لکلوپلی پزشکی و درمانی و هر وها پسپوری پزشکی لدکتورا بگرد تدگات اندازیاری پسپوری اندازیاری بو او کلوپلانه اجهزه طبی که پیوسته روانه کراون بروجاوا لسدس پیشخری جناب سروکی هرمیش چند کلوپلی تر و چند آمریکی تری پزشکی روانه کراوا بو روجاوا و خودی اداره خوجیش لروجاوا سپاسی حکومت هرمی کردستان و جناب سروکی هرمیشان کردوا با مبسته اما ولامی ما بو هیومن رایتس واچ واضحه حکومت هرمی کردستان باوری به او بو هاوکاریانه حیا و او معبره یعنی او دروازه دانخراوا لا یکی سه و که داخل و بریاری حکومت یاریمی کردستان نبوده بریاری دروازه سمالکا و که اداره خوجی بوده لرجالات باکوری سوریا اما تنها لمبر لای پیشابور و نک رقم هم نگرتونه بلکو هیچ هاوکاریک یعنی هیچ داواکاریک لرخراوی که نودولتی بوده اما بسته رد نکرایته و بدیان رخراوی نودولتی بلیست بناو به هیومن رایتس واچش ماندا و که کلوپلیان آوده کردوه و لهمان کاتیش دا حکومت یاریمی کردستان بردوام بوا پیش دو روزی چند رخراوی که تر دوباره رگام پدراوی که او هاوکارانه بگینی تر روجاوای سوریا روجاوای